سلام دوستان، امروز به شما فرق بین فرموله شاد و شاد زیرو با 4 مثال میفهمونم. فرموله شاد تنها برای حساب کردن رقم. از اینجا تابل نمرها رو انتخاب میکنیم، تب رو زیر میکنیم. فرموله شاد زیر باشد برای هم تکست و هم رقم. تکست رو انتخاب میکنیم، تب رو زیر میکنیم. مثال 3 آمیخته شد. از این روی خطی آمیخته همش رو انتخاب میکنیم. چقدر که میبینید در اینجا 3 حجره رقم دار است و در اینجا 3 نیست. شد زه از ستون آمیخته انتخاب میکنیم، تب رو زیر میکنیم. 10. چقدر که دیدید در اینجا هم متن است و هم رقم، همش رو یک جای حساب کرده به ما نشان داد. اگر درس به شما پسند آمده باشد تکمچه لایک رو زیر کنید و آبانه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.